آقا میگن عید اومد. کدوم عید؟ یکی سفرهش خالیه، یکی نون نداره، یکی کشور نداره، یکی مهاجرت میکنه، یکی تو راهه هنوز جا نداره، یکی حتی تو کشور خودش قبولش ندارن. حالا من نمیگم فقط مهاجرت، فقط افغانستانی، نه، ایرانی هم هستن که مهاجرن، تا کشور غربتن، دور از وطنن، مهاجرت میکنن. ببینیم با هم دیگه خوب باشیم، قدر هم دیگه رو بدونیم. دنیا چرخ فلکه. امروز اگه برای تو نمیسازه، فردا قطعا برای توست. اگه سهمی داری از این عید، فقط برای خودت بر ندار، دست هم دیگه رو بگیریم. عید نیست. خیلی ها عیدی ندارن، خیلی ها سفره هاشون خالی هن. خیلی ها حتی سفره ندارن، حتی جا ندارن، نون ندارن، خونه ندارن.